بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحر جز مرد داعی نرفت، گم آن شد که دنبال راعی نرفت. کسانی که از این راه برگشته‌اند، برفتند و بسیار سرگشته‌اند. خلاف پیامبر کسی راه گزید که هرگز به مقصد نخواهد رسید. مپندار سعدی که راه صفا، توان یافت جز بر پی مصطفی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا همه شما پدرای عزیز، برادرای مهربان را برای آمدنتان به نماز جمعه، برای ادا کردن فرض از فرضهای پروردگارتان خوش آمدید میگویم و بعداً به سوی پروردگار خود با همراهی شما متوجه میشویم و از خداوند خود طلب میکنیم که دعاهایی که ما، احتیاجهایی که ما داریم خداوند برآورده بگرداند. پروردگارا، بندگانی که از راههای دور برای ادا کردن نماز جمعه اشتراک دارند، ذوق دارند، شوق دارند، خدایا این نماز را از این بندگانت قبول بگردانیم و در هر قدمی که از راههای دور گذاشتند خداوند حسنات کتابت بفرمایی و گناهها را پروردگار را مغفرت بنمایی. و خدای مهربان، در دل این جمعیت ما محبت خودت را، محبت پیغمبرت را، محبت قرآن را، محبت اسلام را، محبت علما را خدای جایگیر بگردانی. و خدای مهربان این جمعیت ما را برای اهدنا الصراط المستقیم همراه اهل عیالمان هدایت بفرمایی. و خدایا گذشتگان ما امید دعا و رحمت دارند، خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردانی. امروز بیماری هایی که داریم، بیماری ها مانده، خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. خدای مهربان، مسافرهایی که از این جمعیت ماست، از این تاجیکستان ماست، خدایا صحت و سلامت با مرادهای حاصل شده به خاندان برسانی. و خدایا رهبر دولت را هم عمر دراز و تن صحت و در جمعی کارهای نیکشان خدایا برار نصیب بگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین موعظه ما و شما در فضیلت نماز بود و ما و شما کمی از فضیلت نماز درکدار شدیم و خدا خواسته باشد باز در دوام این یک ساعت از احادیث های پیغمبری خدا در باب فضیلت نماز به شما چیزی میرسانم. و چگونه ای که جمعه پیشین به شما خبر دادم که نماز این پایه اسلام است، نماز این نور مؤمن است، نماز این چراغ قبر هست و دیگر فضیلت و خاصیت های او را که به شما فهماندم، باز ناگفته نماند که نماز این نشانه اسلام است.
نماز این بهترین جهاد است. نماز این نور دل است. نماز این موضع سر در جسد است. موضع الصلاة فی الدین کم موضع رأس فی الجسد. موضع نماز در اسلام مثل حکم سر در جسد چسبیده را دارد. دیگر خاصیت نماز چه هست؟ در آن پارچه‌ای که شما نماز می‌خوانید، در این جایهایی که الحال شما نشسته اید و راست می‌شوید و نماز می‌خوانید، این پارچه زمین، این گوشه زمین در نزد دیگر پارچه‌های زمین با نمازخوان افتخار می‌کرده است. نزد دیگر گوشه‌های زمین می‌رفته است و می‌گفته است که خوش به حال من که امروز بالای من فلانی ابن فلانی سبحان ربی الاعظیم سبحان ربی الاعلا گفت. خوش به حال همون خاندانی که زنی نمازخوان دارد، فرزندهای نمازخوان دارد، پدر و مادر نمازخوان دارد. در هر گوشه خانه شما وقتی که نماز خوانده می شود، همچون تصور کنین که مثل یک بار برکت در خاندان شما نازل می شود و آن گوشه های خاندان شما نزد آن گوشه هایی که بیچاره از نماز محروم هستند افتخار می کنند که من در جای امارت شدم که بالای من نمازخوانها خواب هستند، نمازخوانها عبادت می کنند. اینم یکی از فضل نماز است. دیگر فضیلت نماز چه هست؟ دیگر فضیلت نماز این است که وقتی نمازخوان، پیغمبر خدا میگوید، بالای گوشه زمین می ایستد و نیت میکند برای ادا کردن نماز، وی همچنان از گو پیغمبر که دروازه پروردگار را میزند. وقتی دروازه پروردگار که زده شد، این معروف و مشهور است که هر دری که کوفته شود و البته گشاده می شود. شما با این نماز خود دروازه پروردگار را تق تق دارید. روز از روزها این نماز شما اون دروازه را گشاده می کند. خوش به حال اون بنده که دروازه پروردگار برای او گشاده می شود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. پیغمبر خدا میگوید ای بندگان خدا، روز قیامت وقتی که شما زنده گردانیده می شوید، اول ما یحاسب به العبد، اولین محاسبه شما، اولین حسابات عمر شما از نماز سر می شود. از بنده پرسیده می شود آیا نماز در دنیا خواندی؟ فإن صلحت، پیغمبر خدا میگوید وقتی که اگر نمازهای شما با صلاحیت باشد، یعنی نماز باشد که تو از ذوق خوانده باشی، از شوق خوانده باشی، نماز باشد که از برای خدا خوانده باشی، فقد افلح و انجح. پیغمبر خدا گفت که این انسان وقتی که از حساب نماز که اگر نجات یافت، دیگر آینده حسابات این بنده نیک می شود، آسان می شود. ولکن در دوام حدیث پیغمبر گفتند، اگر گفتند و این فسدت، اگر نماز باشد که نه برای خدا باشد، نماز باشد که تا که مسجد روم، برای وقت خدمت گذرانیدن،
یا رفتن نماز خانم تا که مردم مرا گوید که نماز خواند، یا در بین مسلمان ها در آیم و نگاه کنم که کنی اون داملا چی میگوید، رفته در اداره های دخلدار خبر دهم و روم سیاه کنم در دنیا و در قیامت که هر روز از این مسجد ما هر سخنها میبرند، هر روز. الان که الحمدلله اگر این سخنهای ما را حقانی برده رسانند برای ما مکافات میدهد حکومت. لیکن صد افسوس از حسد و از بخل بیچاره ها ترکیده ایستادند. اگر با این نیت آمده باشد، پیغمبر گفتند خاب و خسر، ناامید شد و ذلیل شد و خار شد. نماز این هدیه معراج است. نمازی که پیغمبر بهر ما و شما آورد این از معراج آورد. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سوره اسراء. پاک و منزه و بی‌عیب است آن پروردگاری که سیر داد بنده خودش را، یعنی محمد را، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، از قسم شب از خانه هانی، از مسجد حرام، از مسجد مکه مکرمه به مسجد اقصی به فلسطین برد. چه مبارک پیغمبر نصیب ما و شماست که این گونه سیری که با این گونه بنده خود خداوند کرده است به هیچ پیغمبری نکرده است. شب برنشست از فلک درگذشت، شب برنشست از فلک درگذشت، به تمکین و جا از ملک درگذشت. در یک شب نشستگی پیغمبر تمام فلک های دنیا را گذشت. تمام این 7 طبقه آسمان و زمین پیغمبری خدا گذشت رفت، با تمکین و جا از ملک درگذشت. ملائکه مقرب ترین درگاه الهی حضرت جبرائیل، آن موضعی که محمد صلی الله علیه و سلم طی کردن، جبرائیل رفته نتوانست. حتی گفت لو تقدمت شبرا لاحترقت. محمد این جانبش حق توست، اگر من یک وجب پیش روم هر آینه این 600 بال من می سوزد. اون جانب حق توست. خداوند چگونه محمد را مکرم ساخت، چگونه امتی او را عزیز شمارید. سعدی میگوید مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. ای انسان میگوید تو چی قدر داری، چی منزلت داری، که حتی که جایی که انسان رفت ملائک رفته نتوانست. جبرائیل با بالهای خود، با این مقرب بودن خود، جایی که انسان رفت، جایی که آدمیت رفت، اینها نتوانستن رفته. چی شد که تو اسیر دیو ماندی؟ چی شد که تو پیرو شیطان شدی؟ چی شد که شیطان بالای تو مسلط شد، بالای تو ظفر یافت؟ مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت؟ حضرت میگوید طیران مرغ دیدی؟ ای انسانی که تو اینقدر بی عقل هستی، ای انسانی که اینقدر تو منزلت اختگم کردگی هستی، طیران مرغ دیدی، پریدن مرغ را دیدی و آرزو کردی که کاش که من هم مثل همین پرنده در هوا بپرم؟ طیران مرغ دیدی، تو ز پایبند شهوت بدر آی تا ببینی طیران آدمیت. ای انسان میگوید تم از شهوت خالی شو، تم راههای شیطان دور کن،
تو هم به سوی پروردگار بنده صادق شو، نظر کن انسان چه خیل پرواز میکند. لیکن هزار افسوس که امروز انسان است نامش، امت پیغمبر است. امروز امت پیغمبر الحال در بازار در دکانش نشسته است، حالان که خدا ندا دارد که به نماز جمعه بیاید، اینجا نجات است. امروز امت محمد صلی الله علیه و سلم در خانه خواب است، به یادش نماز جمعه نمیزند. امروز امت محمد بیل در دستش در زمین کلن دارد، اینجا نماز جمعه سپری شده ایستاده است. امروز امت محمد صلی الله علیه و سلم مزار حضرت سلطان می رود در روز جمعه، باز پیش من میاد دعاته. مزار حضرت سلطان برای تو امروز ضرور نیست، امروز برای تمام مردم مسلمان نماز جمعه ضرور است. تو در هر قدمی که به سوی حضرت سلطان میزنی تو گناهگار میشوی، تو ثواب نمیگیری. باز بیچاره جاهل و نافهم میگوید مرا گفتن روز جمعه زیارت وی ثواب است. این نماز هدیه معراج است. انس ابن مالک میگوید از پیغمبر خدا که ففرض الله عز وجل على امتی 50 صلاة، پیغمبر خدا گفته بود است که در شب معراج وقتی که من نزد پروردگار خود رفتم و با پروردگار خود وقتی ملاقات کردم، خداوند بالای من 50 وقت نماز را فرض گردانید. 50 وقت نماز هدیه داد. خداوند این 50 وقت نماز در دست رسول اکرم داد که این برده بر امتانت میرسانی و 50 وقت نماز را در یک روز میخوانید. انس ابن مالک میگوید که پیغمبر دوام دادند این حدیث را گفتند فرجعت حتی مررت بموسی علیه السلام. وقتی این هدیه 50 وقت نماز را گرفتم از نزد خدا، پس از نزد پروردگار خود بیرون شدم، آمدم از نزد حضرت ابراهیم گذشتم، در طبق پایانگی که حضرت موسی بود به نزد حضرت موسی رسیدم. حضرت موسی کلیم پروردگار از محمد سوال کرد ما فرض الله لك على امتك، خداوند بر تو چی هدیه داد؟ گفتم 50 وقت نماز. حضرت موسی که پیغمبر خدا گفته است ای امتی من دائم دعاگوی حضرت موسی باشید که یگانه پیغمبری که در شب معراج مرا یاردم کرد این موسی بود. حضرت موسی چی گفت؟ فرجع الى ربک یا محمد فإن امتك لا تطيق ذلك. محمد صلی الله علیه و سلم اولا خوش آمدی، این بهترین سفری هست که خدا بر تو نصیب گردانیده است، لیکن من بر تو نصیحت میکنم که پس گرد نزد پروردگار. 50 وقت نماز این خیلی زیاد است، امتی تو طاقت 50 وقت نماز ندارد، پس بگرد. فرجعت فوضع عني شطرها. پیغمبر خدا میگوید وقتی موسی که این سخن گفت من هم 50 وقت نماز داشتم، نزد بنی اسرائیل پیشنهاد کردم، امتان من عاجز آمدند، همه گناهگار شدند. از این خاطر از تو برادر محمد طلب میکنم نزد خدای خود برو و این نماز را بگو که به کم عددش کم کند، زیرا امتی تو طاقت ادای این ندارد. رسول اکرم میگوید گشته آمدم نزد پروردگار، زاره و تولا کردم، خداوند از من 5 وقت نماز را بخشید، در بعض روایت 10 وقت نماز را بخشید. فرجعت بذلك قلت یا موسی
وضع عنی شطرها. آمدم نزد حضرت موسی، گفتم موسی برادر، خداوند از من 5 وقت نماز را گذشت و 45 رسانید. حضرت موسی چی گفتند؟ ارجع الی ربی فاسأله التخفیف. محمد صلی الله علیه و سلم باز پس گرد، زیرا که 45 وقت نمازم این نمازی زائد است، از پروردگار تخفیف طلب کن، سبکی طلب کن، باز کم کنه. پیغمبر خدا میگوید بازگشتم نزد پروردگار خود، فلم ازل ارجع بین رب تبارک و تعالی و بین موسی علیه السلام. پیغمبر میگوید که من بین موسی و بین پروردگار خود 9 بار نزد خدا رفته آمدم. 9 بار برای همین امت، تا که امتی من گناهگار نشود، تا که امتی من شرمسار در روز قیامت نشود. نزد خدای خود میرم، زاره میکنم، تولا میکنم. آمدم گفتم موسی 5 وقت شد. حضرت موسی چی گفتند؟ محمد گفتند ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیق. محمد گفت من باز از تو خواهش میکنم، پس گرد که امتی تو 5 وقت نمازم نمیخواند، پس بگرد. حضرت موسی با نور نبوت دانستند که امت پیغمبر، امت محمد 5 وقت نمازم طاقت ندارند. امروز برای ما و شما سخن حضرت موسی درسی تیار است. کنی خانه ای که خالی از بی نماز باشد، در هر خانه یک بی نماز یا 2 بی نماز یا زائد از این وجود دارد. کم از خانه ای که همه مکملا نماز خوان باشد، کم از این خانه. پس گرد گفت 5 وقت نمازم زائد است. رسول اکرم چی گفتند؟ استحییت منه. موسی گفتند گپی شما قبول، لکن به عظمتی خدا قسم که دیگر شرم میدارم که از 5 وقتم این نماز کم کنم. خطاب آمد یا محمد انهن 5 صلوات لكل یوم و لیلة لكل صلاة 10 فكذلك 50 صلاة. میگه صدای آمد که ای محمد حبیب من، رو گفت پایان رو، دیگر پیش من نیا. این 5 وقت نمازی که بر ذمه تو ما فرض گردانیدیم، در یک شبانه روز تصور کن که در هر یک نمازش 10 نماز ثواب داده می شود و برابر می شود به همون 50 نمازی که من در اول در ذمه تو فرض گردانیدم. 5 وقت نماز کدام بنده ای که می خواند تصور کند که همون 50 وقت نمازی که هدیه‌ای که خداوند به پیغمبر داد، ثواب همون ما و شما نائل می شویم. حضرت ابوذر غفاری که یکی از صحابه های کرام بود، میگوید زمستان بود، میگوید بیرون خنک بود و فصل خزان ریز بود. با همراه پیغمبر خدا میگوید بیرون از خاندان شدیم. والورق یتحافت، نگاه میکردیم که برگ های درختها بر زمین افتیده ایستاده اند. نزد یک درخت رفتیم، فاخذ بغصن من شجرة فجعل ذلك الورق يتحافت. ابوذر غفاری میگوید پیغمبر خدا دستی مبارک بلند کردند و یک شاخ درختی را قپیدند که ورقهای او، برگهای او همگی بر زمین ریخت. فقال یا ابا ذرین قلت لبیک یا رسول الله. میگد فریاد زد ای ابوذر، ای ابوذر، گفتم لبیک یا رسول الله. ان العبد المسلم لیصلی صلاة يريد بها وجه الله فتحافت عنه ذنوبه كما تحافت هذا الورق عن هذه الشجره.
پیغمبر خدا گفته بود است، ابوذر گفته است وقتی که بنده مسلمان طهارت میکند با مقصد که نماز من ادا کنم، فتحافت ذنوبه، گناههای وی میریزد چگونه که این نوده درختی که من داشتم و همه او ریخت. وقتی بنده مسلمان اراده نماز میکند و با این نماز خود میخواهد که با خدای خود نزدیک شود، گناههای وی مثل ان همین برگهای درخت از وجود وی میریزد. شما با این 2 رکعت نمازی که الحال از فرض جمعه ادا میکنین با همراهی این 8 رکعت سنتی که ادا کردین، از روی این بشارت پیغمبری خدا در وجود شما دیگر گناه نمیماند. شما اگر در نماز دیگر تا نماز عصر اگر جان شما را اگر خداوند قبض کند، شما مثل همون فرزندی که از مادر تولد شده است مثل همون هستید. زیرا رسول اکرم میگوید که الصلوات الخمس والجموعة الى الجموعة والرمضان الى الرمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. پیغمبر خدا چی گفتند؟ از نماز تا نماز، نمازهای 5 وقته که داریم بامداد ادا کردیم تا نماز پیشین، نماز پیشین ادا کردیم تا نماز عصر. اگر در بین همین نمازها رسول اکرم میگوید یا از جمعه تا جمعه، شما جمعه را خواندین، جمعه گذشته را تا این جمعه، رمضان سال آینده را گرفتید تا این رمضانی که در ماه اکتبر می آید، هر گناهی که شما کرده باشین مکفراتون، خداوند همه اینا چیکار کرد؟ نابود کرد. اذا اجتنبت الکبائر، اگر شما دیده و دانسته گناه کبیره نکرده باشید، گناههای کلان اگر دست با قصدن نزده باشید، خداوند در بین این 5 وقت نماز، در بین رمضان تا رمضان، در بین جمعه تا جمعه گناههای شما را خدا مغفرت میکند. با احترام چی؟ با فضل چی؟ با فضل نماز. وقتی شما نماز میخوانید این گناه کرامات ها را خداوند بر شما نصیب میگرداند. میگوید یک اعرابی نزد رسول اکرم آمدن. اعرابی گفته یک آدم کوهستانی، یک آدمی که در کوه زندگی میکند، آمدن از پیغمبری خدا چی گفتن؟ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه. پیغمبری خدا من میخواهم از تو یک عمل را شنوم، یک عبادت را شنوم که اگر وی من انجام دهم دخلت الجنه، روز قیامت بی حساب و بی کتاب وارد جنت شوم. کدام عمل است؟ پیغمبری خدا را نظر کنین. با این عملها اگر کدام ما و شما عمل کنیم، ان شاء الله اون مکافاتی که پیغمبر با این اعرابی، با این کوهستانی وعده کرد، ما و شما هم نائل میشویم، یعنی وارد جنت میشویم. رسول اکرم گفتند تعبد الله ولا تشرک به شیئا. یکم گفتند ای کوهستانی، ای اعرابی، اگر تو خواهی که روز قیامت بی حساب و بی کتاب وارد جنت شوی، به خدا شرک نیار، به خدا شریک میار، مثل که نصرانی‌ها میارن، مثل که حضرت عیسی را در ذات خداوندی پیوست میکنن، مثل که مادر عیسی را در ذات خداوندی پیوست میکنن، که امروز اکثر امت پیغمبر ما و شما را میخواهند که با همین دین منسوخ شده، با این دینی که فعالیت او قطع شده است، ما و شما را به این دینی که عاقبتش خاری است، دیگر نجات ندارد، میخواهند که ما و شما را گمراه سازند. به خدا قسم، شما اگر از گرسنگی از دنیا وفات کرده گذرید، این برای شما شرف است از آن که به دین نصرانی شما میگذرین. شما در دنیا هم شرمنده هستین، در عاقبت هم شرمنده هستین وقتی شما در دین نصرانی داخل میشوید. بی نهایت احتیاط کنین، علل خصوص همون میکروریون هایی که هستند، بی نهایت تبلیغشان زیاد است. برادرای عزیز فریفته نشوین. اگر توانستین از نزد ویهم ایمان نیستن، اونا در نزد مسلمان قدر ندارن،
اونها را می توانیم به ضرب زدن و کوفتن از همون محلتان دور کنیم. اونها دین فروختگی هستند، اونها جاسوس های همون مردم یهود هستند. اونها را شما با طریق اولاد در هر یک چپلاقی زدگی شما انشاءالله در نزد خدا هزارها ثواب شما صاحب می شوید. اونها را به گپ خوب هیچ وقت جواب ندهید. اون بدبختا حتی همین قدری سخن خوبم ندارند. رسول اکرم میگوید یکم چیزی که شما را فردای قیامت وارد جنت میکند این شریک آوردن در ذات خداوندی است. خداوند این بی شریک است، بی مثل است، بی مانند است و ذات ندارد. برای ما و شما همین سوره اخلاصی که میخوانیم بر همه امتان من، به تمام مردم روی دنیا بگو که هو الله احد، این خدای تو یکه است، یگانه است. این مادر ندارد، این فرزند ندارد، این زن ندارد. الله الصمد، این پروردگار تو بی نیاز است، هیچ حاجت ندارد. لم یلد و لم یولد، کسی را نزایید و از کسی هم زاییده هم نشده است. ولم یکن له کفوا احد، این پروردگار تو با این قدرت خدای تو هیچ قدرتی دنیا برابر شده نمیتواند. این صفت پروردگار ما. یا شریک آوردن مثل سنگ پرستی، مثل آفتاب پرستی، مثل ستاره پرستی، مثل درخت پرستی، اینها یکی از شرک های خیلی عظیمی هستند. امروز یک برادر در من سوال تعجیلی کرده است که تومار ردنامه در بند دست هست، چه حکم دارد؟ برادر عزیز، من صدها بار گفتم اگر توماری که در وی آیت قرآن نویسانده باشد در این عقیده اهل سنت و الجماعه است، باکی ندارد. لیکن بر شما باز میگویم اون ردنامه هایی که هستن، ردنامه هر سخن های بیهوده و بهوده بسیار دارد، ردنامه شا دور کردن در کار. با اینها ما و شما اعتقاد نکنیم، کرخط میکنیم. کرخطش چی است؟ میاییم برای دل شما، ما هم گناهگار میشویم. کرخط از اسلام نیست. توبه میکنیم در گردنها یک بند دیگر کشوال، اونا فایده ندارن. اینا گپی سخن کتاب، سخن خدا هستند. مرحمت اهل همین جمعیت ما نزد تمام داملاهای همین تاجیکستان دور گردین و نام او را در کاغذ نزد من روان که کنی کدام همونها به شما فتوا میدهد که شما توبه کنید، شما کرخط کنید. هیچ کدام اونها به شما این فتوا را نمیدهند. اونها میدونند. یا این سنگ پرستی مثل همین موره چشمی، موره های چشمی که شما در بند دست های کودکان میکنین، در گهواره ها میبندین برای چشم، اینا چشم راه نمیگیرن. العین حق، چشم تاثیر دارد لیکن موره چشمی وای نمیگرداند. یک برادر بر من خبر داد که در مسجد جامع دوشنبه همون خارهای کلانی که هست در نزد دروازه مسجد زدگی است. برای چشم به دست داملای وای میگد بیچاره وای کور است، او داملا نیست، وای جاهل است، وای شرکی در خدا کرد از خود درک ندارد. چشم چی میگرداند؟ شما سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس و خوانید، در دست ها دم کنید، در تمام بدن شکید، انشاءالله شما را هیچ چشم دیگر دایره نمیکنه. این خرافات ها را ترک کنین. بیزار شدیم باور کنین، مانده شدیم. بی نهایت خرافات های کلان است. یک برادر یک شب در اینجا در حضور همینها ساعت 10 شب است، در یک مشروطه پر از آدم بیچاره خواب دارن، مانده شدن. کجا می روین؟ حضرت سلطان می روین. این جان هم به شما حق دارد، این اعضاها هم به شما حق دارد. اون گوسفندی که در اون نزد اون بزرگوار کسی میکشد به نام بزرگوار، وای حرام است، وای حلال نیست. اون گوسفندی که شما اونجا میبرین، اون قدر بنزینی که در اونجا صرف میکنین، اگر مقصدتان ثواب باشد در مسجدها و در طالب علما و در همسایه ها صرف کنین، اونجا ثواب میگیرین. اگر اراده ثواب باشد، لیکن اراده استراحت باشد، مرحمت رفته استراحتتان کردن گیرین. رسول اکرم گفتن
یکم چیزی که روز قیامت شما را نجات میدهد این چی است؟ این به خدا شریک نیارین، شرک در خدا نکنید. دوم چی گفتند؟ و تقیم الصلات. ای اعرابی، ای کوهستانی، دوم وظیفه تو این است که 5 وقت نماز ادا کن. نگو من در کار مشغول هستم، نگوی که من وابسته مصیبت هستم، نگوی که من بیمار هستم. در همه حالت در گردن تو نماز فرض است. 5 وقت نماز ادا کن. و تؤتی الزکات المفروضه. سیوم عملی که تو را گفت ای کوهستانی، پیغمبر گفتند وارد جنت میکند این مالدار باشی، از مالت زکات بده. و تصوم رمضان. 4م عملی که تو را وارد جنت میکند این از ماه مبارک رمضان روزه بدار. قال والله لا ازید علی هذا. کوهستانی عجیب گپ گفتن پیغمبری خدا انجام دادی تمام، با شریک نیاوردن خداوند، با 5 وقت نماز، با دادن زکات، با روزه گرفتن من وارد جنت میشوم؟ پیغمبر گفتم بله وارد جنت میشوی. گو قسم به خدا که از این 4 عمل دیگر عمل نمیکنم. فلما ولا، راوی حدیث میگوید وقتی این کوهستانی پشت گردانید و از مسجد بیرون شد، پیغمبر چی گفت؟ من سره ان ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا. ای صحابه های من گفتن کدام شما اگر بخواهید که مردک جنتی را ببینید، رفته همین را زیارت کرد که این جنتی هست. این مرد که الحال از مسجد ما بیرون شد و این وظیفه ها را برای خود ابدی گردانید، رفته زیارت کنید که این مرد جنتی هست. در برابر او کدام از ما و شما هم این عملهای اون مرد کوهستانی را اگر انجام دهیم، انشاءالله ما و شما هم چی میشیم؟ از اهل جنت میشویم. لیکن نماز چگونه باشد؟ میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بار مسجد در آمدن، نگاه کردن یک مرد نماز میخواند لکن با ریش خود بازی دارد، با بدن خود بازی دارد. رسول الله نظر کردن، ناخوش شدن، گفتن لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. اگر گفت همین مرد گفت از خدا می ترسید، همه اعضاهای ای از خدا می ترسید. لیکن این مادام در نماز بازی دارد، در نماز بے پروا که هست، این گفت این مرد از خدا نمی ترسد. نمازهای ما و شما باید که چنان نماز باشد که آرامیش داشته باشد، رکوعهای دراز داشته باشد، سجده های دراز داشته باشد. این نماز در نزد خدا قبول است. بخاری روایت میکند در صحیح بخاری از حذیفه ابن یمان، میگوید که همین حضرت حذیفه ابن یمان رأى رجلا یصلی ولا یتم رکوع الصلاة ولا سجودها. میگوید همین حذیفه باره میگوید نگاه کرد که یک مرد نماز میخواند مثل نمازخوانی های ما و شما واری، رکوع تیز دارد، سجده تیز دارد، بی نهایت تیز نماز میخواند. حضرت حذیفه که صحابه پیغمبر بود گفتن، این مرد گفتن نزد من بیا. وقتی نماز تمام کرد گفت منذ کم سنتا تصلی هذه الصلاة، این نمازی که الحال تو خواندی چند سال شد که همین خیل نماز میخوانی؟ قال منذ 40 سنتا. گفتن حضرت حذیفه من 40 سال شد که انا همین گونه نماز میخوانم. حضرت حذیفه چی گفتند؟ ما صلیت منذ 40 سنه شیئا. ای برادر گفتند تو 40 سال نماز نخواندی. لو مت علی غیر فطرت محمد علیه السلام. اگر گو با همین احوالی که تو نماز خواندی، اگر با این گونه حالت از دنیا میگذشتی، تو حتی که در ملت محمد نبودی صلی الله علیه وسلم. این نماز گفت نماز نیست. نماز این عبادتی هست که بخاری میگوید یناجی ربه. در داخل نماز وقتی انسان می ایستد همچنان تصور کند که پروردگارش را مناجات دارد، پروردگار با او متوجه می شود، نماز او را تماشا می کند. یکی از اصحاب پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید یک شب میگد مسجد در آمدم، نگاه کردم پیغمبر خدا نماز میخوان، شوقم آمد،
ذوقم آمد، هوس کردم از پس نماز، از پس رسول اکرم نماز خوانم. آمدم نیت کردم، نگاه کردم که رسول اکرم سوره بقره را آغاز کرد. میدانیم بقره 286 آیت است و رسول اکرم قرآن را با ترتیل و با تجوید میخواندند و بسیار شیرین میخواندند و ملایم میخواندند، آهسته میخواندند. میگوید این صحابه میگوید وقتی که خواند 100 آیت بقره را خواند، فکر کردم که الحال پیغمبر رکوع میکنه. نگاه کردم که دوام داد، 200 آیت خواند از بقره. خواستم الحال رکوع میکند، باز پیغمبر خدا دوام داد، بقره را انجام داد. 3 بار گفت اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. پیغمبر گفتن و باز فکر کردم صحابه میگوید که الحال رکوع میکند. رسول اکرم میگه در آل عمران در آمدن، سوره آل عمران در آمدن. آل عمران 200 آیت است. رسول اکرم میگوید وقتی این 100 آیت خواند، صحابه میگوید که من مانده شدم، نماز سلام دادم، از نماز بیرون شدم. لیکن رسول اکرم نظر کردم آل عمران خواند 200 آیت. بعد آل عمران باز گفت اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. در سوره مائده در آمد. سوره مائده 120 آیت است. حضرت 120 آیت میگه خواندن، بعد در رکوع رفتن. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم و بحمدی و هر گونه تسبیحات. میگوید پیغمبر خدا دراز رکوع کردند، باز راست شدند، باز در سجده رفتند، چه تسبیحات زیادی گفتند. از جای خود خیستند، میگوید باز دوام دادند، از دوام قرآن باز گرفتند، سوره انعام سر کردند. رسول اکرم میگوید این سوره انعام هم خواندند. در 2 رکعت نماز این صحابه میگوید پیغمبر 5 پاره قرآن خواندند، 5 پاره قرآن. وقتی میگن نگاه میکردم پایهای پیغمبر ورم کرده بود، زانوها مثل زانوهای شتر ورم کردگی بود. وقتی میگه از رسول اکرم پرسان کردیم پیغمبر این قدر مشقت تو حس نمیکنی؟ رسول اکرم میگو وقتی که در دل انسان نماز لذت میبخشد، دیگر مشقت به یاد او نمیزنه. انسان دیگر تصور نمیکند که من در نماز هستم. وقتی که لذت نماز، لذت عبادت خدا در دل او جایگیر میشود. این است نماز، این است ترتیب نماز. باید ما این گونه البته نماز خوانیم. حضرت عروه رضی الله عنه را حکایه میکنند، خدا رحمت و مغفرتشان کند. حضرت عروه فرزند زبیر بودند. زبیر این داماد ابوبکر صدیق بود، شوهر اسماء بودند. اسماء این دختر ابوبکر صدیق بود. عروه که فرزند اینها بود. راوی میگوید که حضرت عروه با بیماری سرطان ساق، یعنی رگ میگویم ما و شما، در همین ساق عروه کسل رگ پیدا شد. تمام طبیب ها را فریاد زدند، گفتند میلش ما طبابت میکنیم، کار مشکلی نی، لیکن فقط این ساق را بریدن در کار. حضرت عروه تیار شدند، گفتند من راضی هستم. اینقدر درد و غم و اینقدر سوزاکی که در پای من است، میلش گفتند جدا کن، شاید که حال من سبک شود. حضرت عروه را گفتند به خانه ای که جراحی میکنیم به اون خانه میرویم. آمدن در یک خانه میگه در آمدن و این طبیب ها پیشنهاد کردند که الحال عروه برای آنی که ما پای تو را از ساق جدا کنیم باید که مواد مخدر استفاده کنی، تا که تو عقل خدا گم میکنی، تو بیهوش میشوی و ما پای تو را میبریم. چگونه ای که در ما و شما نرکاس میدهند که دیگر اگر تمام اعضای ما و شما را پاره کنند، دیگر ما عقل و هوش خدا گم کردگی هستیم، دیگر ما و شما درک نمیابیم. حضرت عروه را مواد مخدر پیشنهاد کردند. حضرت عروه گفتند شما میدونین این طبیب ها که مواد مخدر عقل آدم دور میکنند؟ گفتم بله میدونیم. گفتم من نمیخواهم که یک لحظه عقل من دور شود، من از یاد خدا غافل شوم. یک لحظه نمیخواهم که یک لحظه از خدای خود جدا باشم. گفتن آخه این کار مشکل است،
در حالت بریدن چقدر عذاب و مشقت بالای تو می آید. حضرت عروه گفتن این مشکل نیست. وقتی من در نماز می ایستم، وقتی من در التحیات لله و الصلوات و الطیبات که رسیدم، شما جراحی را سر کنید که من در اون حالت در حالت خود نیستم. اون حالت دیگر من خودم را گم میکنم. طبیب ها راضی شدند. وقتی حضرت عروه میگوید در همین حالت التحیات خواندن رسید، کارد خود راست کردند، اسبابهای خود قطع ساق حضرت عروه را جدا کردند. وقتی حضرت عروه میگوید سلام دادن، مثل نمازهای ما و شما در 2 دقیقه و 3 دقیقه نماز نمیخواندند، نمازهای دراز میخواندند. لیکن این جمع یک مسئله دیگر فراموش نکنیم. اذا اما احدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة وإن صلى لنفسه فليطول ما شاء. پیغمبر خدا این یک مسئله است که این هم ناگفته نمانیم، مگر که امروز که بسیاری برادرای ما و شما میگوید یعنی از پی کار هستند، بیمار هستند، صاحب حاجت هستند، کودک هستند. از این خاطر در ذمه هر یک امام این واجب است که نماز با طرز سبک خواند، یعنی تا که به مردم گران نیاید. گفته این دلیل ما و شما هست، این حدیث پیغمبر خداست. حضرت عروه را پاش بریدن. حضرت وقتی که از نماز بیرون شدند، خون زیاد رفت و گفت مرا بردارته خانه برین. آوردن حضرت عروه را به خانه بالای بسترش. حضرت میگوید در پیش پای بریده را دیدن. چی نعمتی بزرگی است این پایهایی که الحال در ما و شماست. صد افسوس که این پاها را ما و شما چی در راه باطل صرف میکنیم که همه اینها در روز قیامت گواهی میدهند. حضرت عروه میگوید با یک چشمه های همون نرگسینی خود میگوید بر همون پای بریده شده نگاه میکرد. چند سال این در وجود حضرت عروه چسبیده بود و خدمت اسلام میکرد. نگاه کرد، میگوید به ناگاه تشنگی حضرت عروه را غلبه کرد و میگوید فریاد زد. فرزند، 2 فرزند داشت، میگه یک فرزندی خردی داشت، یک فرزندی کلان داشت. فریاد زد فرزند کلانی خدا، هیچ صدایی نمی آمد. حضرت گفتن این لله و این الیه راجعون. من گفتم بار اول است که فرزندی خدا فریاد میزنم، فرزندی من لبی نمیگوید. چه حادثه شده باشد؟ کنی بیرون خبر گیرین. در حالت میگه دویده آمدن. گفتن عروه گفتن الحال همون فرزند کلانی تو بالای بام برآمد، برای چی کاری خانه؟ بناگاه از بالای بام بر زمین زد و جان به حق تسلیم کرد. 2 مصیبت بالای حضرت عروه، این جانب پای بریده شده، این جانب فرزند کلان از دست داده شده. حضرت چی گفتن؟ گفتن پروردگارا با این فرزند خرده که به من باقی است و با این یک پایی که در من است، هزارها شکر به سوی تو. هزارها شکر که یک پای سالم دارم و یک فرزند زنده دیگر دارم و هزارها شکر به سوی تو ای ذاتی که این نعمتی که در من چسبیده بود جدا کردی و این میوه دل مرا کندی. هزارها شکر به سوی تو. این گونه نمازها داشتند که در نماز اعضای او را میبرند و درک نمییابد. چگونه نمازهای صادقی داشتند، چگونه نمازهای شیرین داشتند که خداوند از حساب این نمازها اونها را خیلی ثوابهای زیاد عطا میکنند. ابو اسحاق سبعی را که محدثین میگن اهل محدث بود، میگوید وقتی که سین سالش به 100 رسید، 100 ساله بود، موی سفیدی 100 ساله بود، میگوید در 2 رکعت نمازش 2 پاره قرآن میخواند. سوره بقره با آل عمران در 100 سالگیش میگوید ادا میکرد. باز به سوی خدا غمگین میشد که ای پروردگارا چی نماز کمی، چی ذکر کمی به سوی تو انجام دادم با 2 پاره قرآن. از این خاطر از همه شما برادرای عزیز خواهش من این است که از نماز جدا نباشین، زیرا نماز این مغفرت گناه شما است. حضرت ابو هریره میگوید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ارأیتم لو ان نهرا بباب احدكم لو يغتسل في كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟
قالوا لا یبقى من درنه شیء قال فكذلك مثل صلوات الخمس یمحو الله بهن الخطایا. این حدیث پیغمبر خداست که راوی این ابو هریره است. ابو هریره را پیغمبر چی گفته بود است؟ گفته است ای ابو هریره، اگر در نزد خانه شما گفته است یک دریای گذر کند، یک حوض گذر کند، تو در داخل این حوض در یک روز 5 بار غسل کنی، 5 بار آبازی کنی، هل یبقى من درنه شیء، آیا از چرک در بدن تو چیز باقی میماند؟ گفتن یا رسول الله 5 بار در یک روز وقتی من آبازی میکنم البته از چرک در بدن من چیزی نمیماند. ما و شما امروز 5 بار اگر آبازی کنیم آیا در بدن ما چرک میماند؟ نمیماند. رسول اکرم گفتن که این است مثالی گفته از 5 وقت نماز. اگر کدام شما گفته از 5 وقت نماز خوانین همچنان است که شما در دریای مغفرت آبازی کردین، در دریای مغفرت گناه شما غسل کردید و خداوند گناه های شما را چکار میکند؟ تازه میکند و پاکیزه میکند. انشاءالله من در باب بینماز چیزی به شما نگفتم و میخواهم که جمعه آینده کسانی که بینماز هستند اینها را چی وعید هست، چی وعیدهای سختی هست، بی نهایت وعید سخت است که ما در اولی صحبت گفتیم که نماز این فرق کننده بین مسلمان و کافر است، نشانه اسلام است. انشاءالله ما و شما آگاه میشیم که بی نماز در اسلام چی حکم دارد. خدا خواسته باشد جمعه آینده من به شما جواب میگویم. الحال اینجا یک سوال تعجیلی دادن، میخواهم جواب اینه به شما گویم. در جایی که وفات میشود شمع میگذارند یا دلیل میگذارند، این چی معنی دارد؟ البته امروز در جای وفات، در جایی که پدر ما میمیرد، مادر ما و شما از دنیا میگذرد، برادر ما و شما میگذرد، در همونجا شمع میگذارند، دلیل میگذارند. شما تصور کنین من برای یک جواب به همه شما خبر میدهم که اولا این عمل نصرانی ها هست، عملی نصرانی هاست، عملی اسلام نیست. دوم این که به مجرد که شما همون شمع در همون خانه یا دلیل وقتی که همین آتش زدین گریان کردین، همان زمان در قبر پدر تو هم آتش دوزخ علنگه میزنه. زمان درگیراندن او زمان همون علنگه آتش و سوزاندن پدر و مادر تو میشود. اینو نکنین. این عمل اسلام نیست. حتی با پایهاتون به شته زنین او را نابود کنین. این از همون بدبخت ها هست. تلویزور بعد مصیبت 1 سال تماشا نمیکنن، این چی معنا دارد؟ اینش جایز است. در خانه ای که مصیبت شود اولا خود تلویزور مصیبت است. تلویزوری که وقتی در داخلش اگر تربیه نداشته باشد، همون تلویزیون هایی که امروز از کانال های همون انتنه های برابری به ما و شما نشان میدهد، این تشویقات یهود است. چگونه ای که مسلمان ها امروز شما را تشویقات میکند به نماز، به زکات، به روزه، با برادری، به دیگر عمل های خیر، امروز یهود هم مسلمان ها را میخواهند که با راه های همین تلویزیونی از همین دایره اسلام دور سازند. مخصوص کانال ها کردند، کانال هایی که مردها به مردها میرسند، مردها به زنها میرسند، زنها به زنها میرسند. امروز هزارها مسلمان از جمعه میخیزد رفته و تماشا میکنه، در باقی میمونه. العینان تزنیان و زناهما النظر. پیغمبر خدا چشمها هم زنا میکنن. زنای چشم این نظر کردن به همون صورتهای پرنگرافی است. اگر شما همون کیناهایی که امروز یگان کینایی نیست که در داخل او به فحش و به فاحشگی باشد، اگر همون برنامه هایی که در تلویزیون ها می شود بیرون از مصیبت هم نگاه کردن اونها مصیبت است، شما گناهگار می شوید. لیکن در خانه ای که مصیبت می شود خوب می شود که 1 سال نه بلکه 2 سال تلویزیون تماشا نکنند، به نهایت ثواب کلان می شود. 1 سال نه بلکه 2 سال.
آموخت میشوند، انشاءالله از همون تلویزیون دور میشوند. اینجا همون برادر در باب همون تومار و دیگر به ما سوال کردن که جواب شد. در دوام همون صحبت به همه شما خبر دادم. من بسیاری بار در باب همین مسئله زیارت های مزار گپ میزنم و بعض برادرها از من دیگر زل میفهمند. من شما را به پررگی از زیارت من نکردم. من نمیگم که شما زیارت نکنید، لیکن زیارت کنید با طریق اسلامی. اونا همه احتیاج به دعای شما دارند. آیا همین در کجای اسلام است که شما در درخت‌هایی که علل خصوص در قشلاق‌ها همون شهیدها و همون مثال گورستان‌هایی که هست، در همون درخت‌های لطبن میگویند، شما در اون لطن نبندین که شما نام خودتان در دفتر دوزخی‌ها داخل میکنید. انسان باید از اون درخت چی طمع دارین شما؟ از اون مزار چی طمع دارین شما؟ چی فایده است از اونا به شما؟ شما فقط دعا کنید که خدا رحمت و مغفرت چون کند. این است مقصد همون بیچاره هایی که در نزد ما و شما خوابیده هستند. و من میخواهم که به اون جاهایی که شما زیارت میروین، چی شاه یکاشه میگیم و چی شاه خاموش میگویم و چی حضرت برق میگویم که وای امت عادی ترین پیغمبر از حضرت برق بالا است، امت عادی ترین محمد. یک نمازخوان امتی که در مسجد ما هست از حضرت برق بالا است. خدا در قرآن میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس، ای امت محمد فخر کنین که شما از همه امت دنیا بهتر و افضل هستین، از همه امت پیغمبرهای پیشین، چه از برق باشد چه از دیگرش باشد، شما بهتر هستین. عادی ترین نماز، عادی ترین امت محمد حضرت برق بالا هستند. این خدا در قرآن میگوید. شما برای اونی که اونها را زیارت میکنید، یک عالم زنده را زیارت کنید، ان شاء الله ثواب میگیرید، ثواب زیاد. اگر در هر قدم او یک ثواب باشد، در عالم زنده 100 ثواب است. از عالم زنده شما یک بهره میگیرین. اون قدر مسافه هایی که طی میکنین، عذاب میکشین، اگر شما اراده باشین که این راه در شما باز درجات میبرین، انسان درجات نمیبره. این سخن خداوند است، سخن کتاب است. اگر کدام شما قانع نباشین، میتونین با طریق خطی از سندها و کتابهایی که دارین به من خبر دهید. السلام علیکم داملای عزیز. ما دو برادر اسلامی میخواهیم که نام خود را عوض کنیم. یکی اشان کامل به نام ابوبکر شدند، دیگرشان خورشید بودند به نام عبدالملک شدند. خوش به حال این برادرها که رسول اکرم میگوید احب الاسماء الی الله تعالی ما تعبد له. بهترین نامی هست که در اولی نام عبد داشته باشد. عبدالرشید، عبدالملک، عبدالکریم، عبدالوهاب، اینها بهترین نام ها هستند. باید هر یک نام مسلمان باید که در اولش عبد داشته باشه تا که بشناسیم که همین مسلمان است. امروز مسلمان های ما نام های نصرانی ها را ماندیستند. بیچاره یگان مسلمان از دست نصرانی روز ندارد، امروز نام اونها را ما گرفته در نام های فرزندامون میگذاریم. کنی یگان نصرانی، یگان یهودی نام شما را میگذارد؟ نمیگذارد. برای اونها این یک بگیم کاری پسترین است که نام مسلمان در نام بچه خودش بگذارد. شما هم البته عکسی همونها رفتار کنید. خوش به حال اینها. خدا هر دی این برادرها را عمر دراز و تن صحت و سزاوار این نام هایی که خودشان گذاشتن، خداوند سزاوار به این نام ها بگردانشان. آمین یا رب العالمین. برادر ما فردوسی 10 سامانی در حق پدر مادرم دعا کنید که از خدای مهربان پدر مادر این فردوسی را رحمت و مغفرت بگردانی، روحشان شاد و قبرهاشون خدای مهربان پرنور بگردانی، و اگر زنده هم باشند خدای مهربان عمر دراز و تن صحت نصیبشان بگردانی. و برادرمانم عالم جانم 10 پلس برای همین نمازخانه ما و شما آوردن. این برادر عالم جان چند بار شد در این مسجد ما و شما خدمت میکند. خداوند این خیر احسانش به درگاهش قبول بگرداند و هر یک نمازخانه که در بالای نماز در بالای این پلس ها نماز میخواند، خدا ثواب اون نمازها را در نامه اعمال این عالم جای بنده خودت خداوندا کتابت کنی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای حاجی میرزای محترم. فرزند من همینی بیمار بستری هست، در حق وی در نماز جمعه دعا کنید. پدر همینی خوجه، یعنی اینجا یک برادرمان همسایه هست، بچه جوان هستن، بیچاره زبانشان گل شدگی هست.
دیگر زبان نمیگردد، چند روز هست که بیمار هست. البته این تنصیحت بسیار یک نعمت کلان است. ویم بچه جوان 17 ساله 18 ساله اینجا نماز میخوان، یک باره از زبان ماندن بیچاره. از این خاطر این زبان ها باور کنین همه اینها در زبان ما و در دهان ما و شما یک نعمت کلان است. اینا را کار کنیم که هیچ وقت به بیهوده صرف را نکنیم. زبان آمدد از بحر شکر و سپاس، و غیبت نگرداندش حق شناس. حضرت سعدی میگوید این زبانی که در دهان شماست این فقط برای ذکر خدا آمده است، برای یاد خدا آمده است. اینا در غیر یاد خدا شما صرف نکنید. این نعمت خیلی گرانی هست. خدای مهربان این دادرمان شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیبش بگرداند و در قطار این بندگان سالم و صالح خدای مهربان قرارش دهد. آمین یا رب العالمین. داملای محترم، در حق فرزندم دعای خیر کنید که شفا یابد. در بیمارستان کودکانه خواب است. خداوند این فرزندم شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیبش بگرداند و جمیع اینجا برادرهای بدن که از ما طلب کردن که در حق فرزندمان دعا کنید. خدای مهربان اون فرزندها را شفای کامل و شفای عاجل خداوند نصیب و روزیشان بگرده. یک برادر دیگر، یک حاجی هم از همین شهر ما و شما از ما طلب کردن که در حقم دعا کند که خداوند کشایش کار نصیب کند. خداوند به این بنده خود کشایش کار نصیب بگردانی و هر یک عملی نیکی که دارد خدای مهربان عملهاش جامعه عمل بپوشانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمعه آینده ان شاء الله در باب آدم هایی که نماز نمیخوانند